ویدیوی امروز ما تمام چاقوی اینترنت رو خریدیم و قراره از ارزون ترین تا گرون ترین چاقو رو با همدیگه بررسی کنیم. اینا عجیب ترین چاقوهایی که شما میتونید توی اینترنت پیداشون کنید، از کوچیک تا بزرگ و با کاربردها و طراحی‌های مختلف. اما این ویدیو یه نکته‌ای داره و اونم اینه که من و ماهان باید به نوبت دستمون رو ببریم توی این جعبه و به صورت کاملا شانسی چاقوهامون رو در بیاریم تا ببینیم به هر کدوممون چه چاقویی میفته. پس آخر ویدیو همراه من باشید، اما قبلش حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید. آشقا چرا ادای من چنلش رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، منتظر ویدیوهای خفن با آقا ماهان باشید که چون کانال توه میذارم اولیشو تو دست بکنی. باید چشاتو ببندی، نگاه نکن تو جبر کی مگه معلومه همش خیلی چیزا معلومه. بچا نگاه کنید. اولین چاقو رو خودت در بیار. حله بچا چشامو بستم. برو ببینم این چیه. حاجی این اصلا چاقو نیست. اینو من گرفته بودم در ادامه ویدیو اگر یه چاقو کند بود با این چاقو تیز کنه تیزش کنی. بیا این شانس تو. زنبورم چیز کاربردیه. اگر حالا چاقویی که من برداشتم کند بود اینو به من قرض بده، حداقل من چاقومو تیز کنم. نه دیگه نمیدم، مال خودم. بی خود کردی. دستای برام توی جبه. اولین چیزی که بخوره به دستمو برمی‌دارم. برو بریم. این چیه؟ حاجی چی؟ الان چاقو نداریم نمیتونیم بازش. آره چاقو آنباکس نداریم. آره بابا دهم واکنیم تا برسیم به یه دیگه بقیه رو احتمالاً بتونیم با این با. این چیه؟ قلمه؟ واو! بچه کاتانا. پشما. این کاتاناست می‌بینی؟ کاتانا اسباب بازی. فقط یه مشکل داره، این که دستش خیلی کوچیکه. نگاه کن انگشتای من می‌بینی؟ کم میاد تو انگشت، تو مشتم گم میشه. این یه مشکل اساسی داره و اونم اینه که اگه بخوای اینجوری یه چیزی رو بزنی اینجوری ممکنه انگشتای خودت پاره بشه. ولی خب طراحیشو دوست دارم. نگاه چقدر باحاله حاجی. اینجا ما یه دوستی داریم. احتمالاً از اول ویدیو فکر کردید که فقط قرار اینجا وایسه، ولی می‌خوایم ببینیم که هر چاقو با فریدون چه کاری میکنه. برو بریم. حاجی چقدر تیزه این. تو ناموس رفتوش حاجی. می‌بینی برای اینکه خطر نداشته باشه واسه دستت، خب باید اینجوری بگی این انگشت تو اینجا قرار بدی، اینجوری فرو کنی. نگاه کن اینطوری. یه معیار دیگه برای تیزی چاقو ما داریم و اونم باید یه لحظه صبر کنید. نمیدونم توی اینترنت دیدید یا نه، میخوان ببینن اگه چاقو خیلی تیزه یا نه اینجوری میکنن. نگاه اگه اینو ببره یعنی تیزه. ببین یه ذره میره ها. آره در حد یه خورده حسایل خیلی تیز نیست. خیلی با دقت ببرید اینو بهتون میده. حاجی بیا با این تیزش کن. خودش الان میتونیم آنباکسش کنیم. ببین اینجوری از اینجا اینو. اوه درست دارم میکشم؟ آره دیگه قشنگ ردش داره میفته که داره تیز میشه. میبینی؟ آره داره میثابتش. خیلی تیز شد. دوباره امتحان میکنیم. برو بریم. یه جای سالم تو این کاغذه نیست. یه لحظه صبر کن. اوه چی تیز میکنه واقعا. چقدر خفنه. صبر کن. واو حاجی ایول. این مال خودم. شانس اولم که ریدی. چاقو تیز کن بود. بعدی چیه؟ این چیه؟ چه گنده. ببینم. حاجی خیلی بد شانسی. خیلی بد. چیه؟ اینو من همینجوری خریدم ببینم چیه. اصلا مطمئن نیستم چاقوه یا نه. بیا با این آنباکسش. ای گفتی چیه؟ جدی چاقو رو ببینم. بس آشپزخانه است. آره قرار بود چاقوهای مختلف بخرم دیگه. اینا رو همه رو بچه‌ها من سفارش دادم. ماهان اصلا نمیدونه اینا چیه. ببین مثلا با این پنیر سفت، پنیرایی که قبلا توی اون ویدیو سفت بود نمیتونستی اصلا چیزش کنی، اون پنیرا رو با این کاردکه مثلا پاره میکنه. ببینمش. پاره کردی. این چیه؟ به اولیو ببینیم. و حداقل به چند تا چاقو افتاد. آره این مخصوصا چنگالی رو میتونم بکنم تو چشت که دیگه اینجا نخرید. اوه حاجی اینا رو دیدی بندری درست کنم ماشین تاری. کشی که میاد داره همون سایی تخفیف نداره واسه بچه‌های. اینا برای پنیر سخته. من اینجوری که من فهمیدم. این چیه؟ آفرین. اینم دقیقاً یه چاقوه. خب بچه‌ها اینو میتونیم روی فردی تست کنیم. من الان فردی هم که توی فیلم ترسناک گیر کردم. حاجی سوراخ کرد. یکی دیگه. 1 2 من دیگه حرفی ندارم. بهترین چاقو. اینجا نگاه کن. چاقو این چنگالش. کاری تو چشش؟ حاجی این است. وایسا اینو فرو کنم تو اینجاش. به نظر این انقدر تیز هست که فرو بره. نه اون هم به درد فقط سوسیس میخوره. احتمالاً سوسیس فردی. این یکی واسه برش خوبه. مثلا زیر گردنش بگیری. اینو ببینمش. این اینجاش تیزه بچه‌ها. میبینی مثل اونا نیست.
اینو قشنگ میتونی اینجوری فردی و ولی نه این ولی چقدر خفن تو بود چش فردی گیر کرد. بچه‌ها. خب بچه اینم تست کنید. تیست جدید فردی. آقا اونو دیگه کاغذ- میخوای چیو با کاغذ آخه تست کنی؟ اون نمیبره. مطمئنم میبره روت هم میزنه. نگاه کن پشمات ریخ خدایی ریدی. نگاه کن بریم برای بعدی. من واقعا نمیخوام ببینم. صبر کن. برو بریم. همش بزنم. چیه؟ کجا؟ واقعا نمیدونم چیه. این چیه؟ این تیغ باید باشه طبیعتاً. یه چاقوی کلیدیه که اینجوری در واقع چاقوه توی کلیده مخفی شده. واو میدونی به درد کیا میخوره؟ کیا؟ خانومای تنها و مظلومی که ممکنه یک مرد گنده دزد بهشون حمله کنه. آخه اینو میگیرن اینجوری چه خیتی میندازه. این یه جای کلیدیه که هر وقت نیاز شد بازش میکنی یه دونه چقدر تیزه آجی. خیلی. آقا آماده ای؟ من چشام بندم. گنده ترین. آقا ای دستمالی نکن. بچه به خدا شانسم انقدر انها یعنی قشنگ آقا ماهان داره جهیزیه رو جور می‌کنه. خدایی چاقو دست جنجم واسه نونباریه فقط. ببین آره این چاقوی آشپزخونه است. ای زن اینم چاقوی آشپزخونه است. ولی سیسشو دیدم خوشم اومد. ببین اینجوری دو لبه است. بذار اینم میتونم اینو. گوششو ببر. اوه حاجی چی میبره؟ نه خدایی تیزه. ای گوش فردیو بریدی. حاجی فریدون حاجی این به بعد بچه ببینم میگم برو وگرنه گوشتو میبرم اینجوری. خیلی بد شانسی آجی. خیلی. بذار برم ببینم نوبت من. این چیه؟ آخ چی یه چیز چرت و پرت بهت افتاد خدای شکر. چیه اصلا؟ یه داره چاقو بده. آنباکس هم نمیشه کردی. این چیه؟ من چون همه رو رندوم خریدم فقط به قیافه هاشون توجه میکردم دیگه نمیدونم چی دارم میخرم. این مثل اینکه یه غلافی داره. واه اوه این چی هست اصلا؟ اینجاش تیزه. اوه چه داغ آجی تو آفتاب مونده. اینا چیه من خریدم؟ واقعا کاربردشو نمیدونم. بذار ببینم. فایده ای نداره این. حاجی چقدر بده. فکر کنم حاجی مثلا تو کمپی چیزی واسه برش تیز کردن. آره مثلا چوب برمیدارن میتره. یه چوب پیدا کنم بیام. چوب بیار. من الان اینو اینجوری خورده چوب به ما میده. درسته راست میگی. نگاه کن ببین اینو اینجوری میذاری اینجا. نمیدونم شایدم دارم مزخرف میگم اصلا نمیدونم این چیه. خدایا شکرت بالاخره یه چیز چرت و پرت به اینم افتاد. من اصلا بدونم این چیه. یه نفر تو کامنت بنویسه. یه چیز زده اینجا بیرون. اینو درارم حاجی. این یعنی سر تیزشه که پاره کرده. یا ابوالفضل آقا این شانسی نیستا. قبول نمیشه. خیلی خوب باش. من اینا رو داشتم میخریدم برای همین خیلی به اشتباه افتادم چون از رو ظاهر عکسشون نمیشد تشخیص بدی اینا چقدی ان. اینو من اصلا فکر نمیکردم اینقدر بزرگ باشه. آها چقدر باحاله. دوستان همه یه چاقوتو با همین بشکن. اینو نگاه کن اینجوری بعد الان. این دیگه برای دعواست حاجی. آره. اصلا برای کمپ و اینا استفاده نداره. من نمیدونم تو دیجیکالا چرا اینو میفروشن. چی میگی ها؟ صلوات بفرست. صلوات بفرست. یا خدا چقدر میره تو. تیزه؟ فکر کنم باید تیزتر بشه میدونی. آره. خیلی تیز نیست ولی خدا وکیلی واسه فرو رفتن توی اجسام خیلی خوبه. مثلا فردی حاجی چون دفعه پیش تو شانسی انتخاب نکردی من میخوام شانسی انتخاب بابا نکنم. این چی شانسی؟ بیرون بود دیگه. من اینو میخوام. اوه مای گاد اینو ببین. این حاجی خود چاقوی کانتره. نگاه دندونه ها رو ببین. وای این چقدر گنده است دندونه هاش. این چاقوی کمپ نیست. فکر نکنم چاقوی کمپ باشه. اوف. چقدر خفنه. این میدونی برای چیه که توی فیلم فرار از زندان میگفت این به خاطر اینه که اینجوری وقتی میکنی تو بدن این نفر این میره توی شکمش خب بعد روده ها رو میگیره اینجوری میکشه بیرون. دیدی چه صدایی داد؟ اینو باید رو فریدون تست کنی. اینو اینجوری میکنی تو فریدون تو ناموس رفتوش. یه دور میچرخه. بعد نگاه میبینی خیلی بده. عشق کن فعلا که چاقوهای من چاقوهاتو 10 میزنه. اونو بده بیاد این ور. به من 3 کارد و پنیر میده. خودت برداشتی به بچه. خدایی نگاه نکن دیگه. شانسی. نمیدونم چی برمیداری. اوه
فکر کنم ریدی. بچه‌ها به نظرتون بهش بگم یا زوده؟ بچه‌ها این هنوز نمیدونه چی برداشته. این چیه؟ قصابای عزیز دارن بگو که چاقوه. چاقو تیز کنه. تلاشمو کردم ولی طوله بگو کیا کردم پره. هرچی بزرگتر برمیداره بدتر میشه. آره دیگه بزرگتر نمیدارم. من کوچولی دوست دارم. این از ایناست که قصابا چاقوهاشون اینجوری خش خش میکشن روش تیز میشه. این چی بود؟ یه بار دیگه بردار. سگ خورد. به خدا قسم نه وایسا این خوب نیست. دستمالی نکن دیگه، یه دونه رو شانسی بردار. این چیه؟ واقعا من عاشق چاقوهای کوچکم. بریم ببینیم چی دیگه. حاجی این تو عکسش خیلی گنده تر به نظر می اومد. این یعنی قلف درست؟ نه از این چیزا. ها مثل اوف حاجی خیلی باحاله. نگاه کن چه سینماییه ببینم. طرحو نگاه. چه طرح خوشگلی داره. خیلی باحاله. توف دروت، من اینو میخواستم. عشقی حاجی. خیلی خوشگله. چجوری بسته میشه؟ این بلد نیست. بده من بابا بده من تو قرچک و ورامین 70 80 سال زندان بلد نیستم من. ببینید بچه‌ها اینو اینجوری فشار میدید. اینو میبینید؟ اینو فشار میدی این آروم فقط انگشت تو باید بپای دیگه. وای حاجی خیلی دوستش دارم اینو. این دیگه هیچ کاربرد دیگه غیر از همونی که دارید بهش فکر میکنید نداره. آره اینو باید اینجوری گیری. اوه چه تیزه. نگو چقدر راحت میره توش. مثل پنیر میره توش. خیلی راحت میره. مثلا من الان تو کالافم اینجوری میام. ببین که شده رقیب ما میدم به دعای آروم داشته آقا اینو با کدوم عوض میکنی؟ هر کدوم از چاقوهایی که بخوای بهت میدم، اینو بده من. داداش تو الان به من کل چاقوهایی که در آیندهم در میاری من پیشنهاد کنی من نمیدم. مطمئنی؟ مطمئن باش. عالی. این چیزی به درد بخوری یا خوب شد خریدم. آماده ای؟ آره. حاجی خیلی تیز شد. پدر کسی که مثلا ببین بخواد بلد باشی تیز کنی با این استفاده کنی و این قشنگ چاقو رو انقدر میشه تیز کرد. تو فیلم‌ها دیدم اینجوری هی میکنن. آره. بلدی میخواد دیگه. ما بلد نیستیم ولی سعی میکنم یاد بگیرم. خیلی خوبه. دستمالی نکن. اوه یکی دیگه از همون. این دندونه هاش نازک‌تر. حاجی این تو کانتر بود. این قوسشو ببین فرقشو. وای این دیگه واقعا تو کانتر هست. خیلی هم گرمه. همه چاقوهای کانتری داره میفته تو کانتر. مثلا تو تفنگ تو عوض میکنی این اینجوری میاد دستش اینجوری میگیری. آفرین. تو کانتر اینجوری. این بیشتر کمپینگه. این به نظر من کاربردهای دیگه ای داره ولی اوه قشنگ داره گوشتاشو پرپوره میکنه. اینم مثل اون خطرناکه حاجی. ولی این کلش کلفته میبینید. این اصلا مهم نیست که اینقدر مثلا بخواد ظریف کاغذو یه دونه بزنی همه چی رو جر میده. این چیه؟ فندکه. چرا کوچولوه اینقدر؟ این چیه؟ این هم یه چاقوی جیبی دیگه است. وایسا این زاغوی چامنداره. حاجی تنها چاقوی زامندار اینترنت دیجیکالا همین بود. ببینم بچه خوشه. بعد سینام چه پول زیادی مسکه دارن ها. بچه خوشگه. ببینم دشمنی داری؟ آی من میزنم. این چیه؟ بکن. سب کن آقا یه چاقوی بیا با همینو بده با همین آنباکس. آخیش راحت شدیم. اینو ببین. این چیه؟ اینو اصلا یادم نمیاد خریده باشم. این واسه خانومای کانتر تعبیه شده قشنگ. این به چه دردی میخوره؟ این اصلا مگه قرار نبود یه دور کامل هلالی باشه؟ این چرا یهو نصفش داره رها آره شد؟ تو کانتر این شکلیه. این وسط راه تصمیم گرفته راه مستقیم رو ادامه بده. امضا بچه خوشگل نمیگیره دیگه. آقا این سرش صافه. باید الان میگرفت پاره میکرد فردیو ولی نکن. نه اینم احتمالاً کاربرد کمپینگی چیزی داره. مثلا احتمالاً برای خرد کردن سبزی شامه. اینجوری میاری اینجوری. هیچ کاربرد دیگه ای نمیتونه داشته باشه. صافه. اولش داشتم خوب پیش میرفتم نمیدونم چی شد یهو شانس من رید. خب به این مچ میخوام با دست راستم بردارم. من دست شویه. خدایی چیز خوبی به نظر میاد. چاقوی خوشگلمو بده. اوه حاجی اینو نگاه. این برای کمپینگه حاجی. خب خب بعد خیلی موقع تو کمپ تو به تناب نیاز داری.
دسته اینو باز میکنی از نخش استفاده میکنی. جالب نیست؟ ایوه با حال خوش دست سبکه. این از اینایی که حاجی باید پرت بکنی. دقیقاً نکنه همونه. بیا پرت کن ببینم کار میکنه. چون یه تیکه هم هست. آره. دسته با تیغش یه تیکه هست، نمیترسی لق بشه، باید پرتش اینو کنی. پرت کن. اینجا میگیری خب اینجوری پرت میکنی. چی شد؟ ریدی؟ بذار ببین اشکال نداره. سالمه. اشکال نداره، دعوت نمیکنم ببینم. سالمه. حمال کندش کردی کلهشو. این چیه آخه؟ اشکال نداره دیگه، به هر حال چاقوی خودته. قشنگ کلهش گرد شد برگشت. رنگش اینا همه ریخت. بالاخره یه خوبش افتاد بهم فکر کنم. صبر کن. چه درازه. صبر کن. اینجا خفنه. اینم چاقوی کانته. این اتفاقی که گرون تریناست. نه بابا. والا چه فرم عجیبی داره. اولش می‌بینی اینجوریه، بعد یه پله میخوره میاد پایین. اینجا هم که اینجوری. اوه خیلی ولی تیز نیست احساس میکنم. بذار ببینم. نه خیلی تیزه. خیلی تیزه. اشتباه کردم. این واسه کشتن گاو طراحی شده. ولی من اینو این رنگی سفارش نداده بودم. تا جایی که یادمه چیزی که من سفارش داده بودم مثلا این نیست. چون این فقط شبیه چیزیه که من دیدم. متاسفانه دیجیکالا دیگه خیلی داره کثافت بازی در میاره. احساس میکنم چیزایی که ما سفارش میدیم و خیلی برش مثلا اونجا رنگو انتخاب میکنه، اون رنگ حالا تو انتخاب کردی، دوست داره مشکی برات. درست نیست. این حلال خوری نیست آقای دیجیکالا. این حلال خوری این درست نیست. برو ببینم تو چی در میاری. خب این چیه؟ چرا هرچی کوچولو گوگلیه به ما میفته؟ بابا ما گفتیم یه کوچیک‌ترین چیزا رو دوست داریم. نه اینقدر. این چیه؟ وای داغه. آجی همه اینا تو آفتاب مونده داغ شده دیگه. همشون هم سیاه هم فلزی. این که اصلا دستم نداره. اینم نینجاییه. نه جان مادرت نینجایی نباشه. یه دقیقه صبر کن. خدا وکیلی هاجی، ولی این فقط به درد این میخوره پرت کنی. این همون چاقو است که دست خودش نمیبره. بکشش رو کاغذ ببینم حداقل تیز هست. برو خدا تیز باش. برو بریم. این چیه؟ چاقوی سفری مدل نقره‌ای. نقره‌ای. اوه پشمام. اینو دیگه فقط کانتربازا میشناسن. ماهان الان فکش افتاده، صداش در نمیاد. آرزو داره اینو ماهان در می آورد. بهش میگن باترفلای نایف. یه چیزی این ته داره. خب اینو باز میکنی و بعد خود چاقو رو باز میکنی. ضایع شدی. چاقوی کانتری افتاد به من. این واسه پیداش کن. باره بابا. این مال تو. نه این مال تو. داشت تو الان به من کل چاقویی که در آیندهم در میاری پیشنهاد کنی من نمیدم. مطمئنی؟ مطمئن باش. ببین فریدون تیزترین و خفن‌ترین چاقو دیگه مال منه. من دیگه نیستم. هر چی مون برای خودت. من نمیخوام. اینو ببین. خیلی. این برای من. اون چی؟ بذار من باز. نگاه کردی؟ نه جدی ندیدم. نگاه کردی؟ بابا دست کردم توش. بذار ببینم چیه. با باترفلای برات بازش کنم. این چیه؟ مال توئه؟ آره. این چقدر احمقه. من اینو دیدم. این توی سری صنایع مثل چرم دوزی اینجوریه. نگاه کن. انقدر تیز هست اینو ببره. اینو اینجوری میارن، چرمو میذارن اینجا، بعد اینجوری میبرن. نگاه. فکر نکن. ولی نوبت من. برو بریم. این چیه؟ این چرا کوچولوئه؟ چی هست؟ حاجی من اینو تو عکسش دیدم فکر کردم خیلی گنده است. صبر کن ببینم. این چاقو خوبه رو بگیر. نوک نداره اصلا نمیره این تو دیگه. خب بیا اینو بگیر. این چیه؟ این جاسویی چیه؟ واقعا جاسویی چیه؟ تو عکس خیلی بزرگتر و اینجوری قوس داشت، یه حالت خیلی خفنی داشت. خیلی مصرف. اینو دست فروشا میفروشن. تو جمعه بازار دیدی اینجوری؟ نکنه اینم واقعا کمپینگه حاجی؟ بله. چاقوی سفری مدل سرخ پوستی. فریدون اصلا خندش نمیگیره. میتونم زیر بغل فریدون رو باش قلقلک بدم. یه بابا بیا خودت بعد از من ریدم تو این شانس. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی نگو که اونیه که من فکر میکنم. نمیدونم. این اصلا نمیدونم چی خریدی تو. چرا 10 تا از اینا خریدی؟ بابا 10 تا اینا. الان این الان من کدوم الان باز کردم؟ نه تو به خودت بگو دیگه. الان من اینو اول باز کردم، اینو باز کردم یا اینو؟ اینقدر اینا بی خدا خدایی. بچا. ببین
این به سمت داخلش تیزه، این یکی به سمت بیرونش تیزه. به خدا 2 بار پشت سر هم چاقو با کردم، جفتشم عین هم از یه مارک. بچه نگاه کنید، این فقط منطقم همینو میگه. مثلا داشتن اینو میساختن، خب اضاف آوردن تونستن اینا رو بسازن. قشنگ نگاه، اینا رو بچسبونی کنار هم، پازل حل میشه. بچه 2 بار برا من چاقو کمپینگ در میاد، برای این باترفلای نایف در میاد. باورم نمیشه. اون عجب چاقویی. کشتم حالت. خب نوبت منه. میگیرمش سمت تو. خب هم میزنم برمیدارم. این چیه دیگه؟ بذار یه چاقوی خوب بده. چاقو داری؟ یا این چاقو. یه چاقو داری برای من؟ برای آنباکس؟ داری؟ این چیه؟ بذار ببینم. واه اوه چه فرم باحالی داره. این ساتوره. حرام. اینم اینجوری. ببخش اشتباه گرفت. این اینجوری میگیری، اینجوری. چه چیز عجیبه. چاقوی این شکلی تا حالا من ندیده بودم. این چه عجیبه، منم تا حالا ندیده بودم بچه، شاید باورتون نشه. همچنان چاقوی سفری. حس عجیب و جالبی داره. استقرصه، میدونی؟ دست گرفته انگار که ساتوره. دقیقاً نگاه اینجوری. خیلی خفنه واجی. خیلی استقرصه. دوستان باش برم استخونه گاو شقه کنم. اینا جنس فلزشون انقدر خفنه، راحت میتونی تیزش کنی و تنها مشکلش اینه که تو فردی فرو نمیره. این فقط به درد استخون میخوره حاجی. نمیره. نه این هم به درد ساتوری کردن چیزی میخوره. احتمالاً تو سفری جایی. زیاد واسه فردی کارآمد نیست. اینو مثلا بتونی تیزش کنی اینجوری. میخوای اینقدر تیزش کنم بیام واقعا ریشامو بزنم؟ تیغ اصلاح. اگه دوست دارید واقعا اینقدر تیزش کنم، تبدیلش کنم به تیغ اصلاح، حتما تو کامنت ها بنویسید، ویدیو رو هم لایک کنید، چون این واقعا میتونه تیغ اصلاح بشه. بیا ببینم تو شانست چیه. همون جور که دیدید خیلی زیاد نیست. یه تکون بده. اوکی. خوبه. آره دستتو بکن توش. خب این چیه؟ آقا نمیخوام، من میرم. الان رو ظاهر این چی فهمیدی؟ اینه یعنی اینه. اشتباه میکنی. من میدونم این چیه. چی میتونه من اینو سفارش دادم، میدونم چقدر خفنه. بیچاره. این مال من. این ندید مال من. حتی بعدی هم میذارم خودت برداری. ایول. یا این مال من. ندید مال خودت. بده ببینم. ببین پشمات میریزه انقدر خفنه. نه خفه شو بده من. بده بیاد. اسکل این چاقو. خب یه چاقوی خفنه که ببین چجوری بسته میشه. اینو ببندش به بچه‌ها نشون بدم. آفرین. ببین اینو میگیری، اینجوری میگیری، یه فشار میدی. چاقوی چرتیه نه؟ ولی پلاستیکیه. آره جنسش نمیدونم چرا اینجوری. من فکر کردم فلز باشه بچه‌ها. انگار با پرینتر سه‌بعدی ساختن. آفرین. راست میگی. پشمام پرینتر سه‌بعدیه. یارو پرینتر سه‌بعدی خریده. چاقو باهاش درست کرده. یه تیغ کاتر گذاشته روش فروش کرده به ما. ایول. این الان بسته است. اینو میزنی. بذار اینو در بیاری. چی افتاد به تفاوت را پیدا کن. 20 نمره. این خیلی فرق داره. نکته اولش اینه که این تهش مثل اون یکی سوراخ نداره که اینجوری پشت و بعد اصلا یه شکل دیگه ایه. این از همون کمپانی است که همه چاقوهاش مسخره است. یه ست کاملش دیگه الان ما اینجا داریم. اینه. ایول عالی شد. اینه. عرضم به خدمت شما اینه. یه دونه دیگه هم بود. اینها. آفرین. خیلی فکر کنم 90% اینا رو من برداشتم، یعنی همشون مال منه اینا. این سه تو خب من میفروشم 5000. میخوای آقا الان نظرت چیه؟ به نظرت بهتر نبود اینو برای خود نگه می‌داشتی؟ خیلی نظرم این حداقل یه مکانیزم باحالی داشت که اینجوری بعد اینو با همه اینا تاخ میزنم، یعنی همه اینا رو میدم به تو، اینو بده من. بیا دمت گرم. ببین به خدا یه ویدیو میگیرم میرم کمپ، از همه اینا بهترین استفاده رو میبرم. تو میمونی اون چاقوی پرینتر سه‌بعدی. همه اینا مال خودت، ارزونی. بیا اینقدر سبک شده. اوه یه دونه دراز. این چیه؟ این همین کاتانا هست. این اون چاقو اولیه‌مه. دوتاست. چاقوی دوتایی تو دسته هم. برو دستتو ببر. خوراک خیت انداختنی. چقدر خفن. من کی سفارش دادم اینا رو یادم نیست. دیگه نگاه نکن. همونو دستتو بکن توش. دستم خب نمیره رو هیچ. این چیه؟ از اول ویدیو داره هی میگه من اینو میخوام، من این شانس ما رو باش.
رفت تو چشش. این چقدر خفنه نمیدمش. این مال برو گم شو بده. این مال خودمه. برو بابا. بچه باورم نمیشه بالاخره رسید به من. بچه من اینو اولین بار تو کال آف دیوتی فکر میکنم مدرن وارفر 2 دیدم. خب و اون موقع چون بچه بودم ندیده بودم. این چیز عجیب بود برام. این چیه چرا اینجوری گرفته؟ بعد اونجا فهمیدم کاربردش چیه. شما میای یه سرباز بنده خدا فقط باید از پشت بهش نزدیک بشی. چرا؟ چون این حالت جمجمه، این پس کله، خب می‌بینی جمجمه اینجا تموم میشه یه سوراخی داره. اینو دقیقاً برای سوراخ اینجوری میکنی این تو میکنی تو مغز یارو. این در واقع کاربرد اصلیش اینه. خیلی خوشحالم واقعا یه چاقوی لژندری. وای حاجی اصلا یهو ببین بدنم خالی کرد اینو در آوردم. آقا یه پیشنهاد جذاب برات دارم. اینو میدم اونو بده. این من خیلی انتخاب سختیه قبول داری؟ من خودم ببین از هیچ کدومش بدم نمیاد. یعنی هر کدوم داشته باشم خیلی خوشحال میشم. بچه‌ها به نظرتون من اینو بدم اونو بگیرم؟ تو کامنت ها حتما بگید. ولی بچه‌ها من خدایی اینو بیشتر دوست دارم. حاجی خیلی خوشحالم. فرید عاشقتم. ماما داشا این چیه؟ کارت بانکیه؟ این از ایناست. این چیه؟ بده من چاقوی خوشگل تو. با این چاقو خوشگله واکا. یا اصلا نمیشه باش کار کرد. خب آخه اینو باید باش آدم بکشی. این چاقو کارتیه بچه اسمش. کاربردای خیلی جالبی داره. فقط من نمیدونستم اینقدر جنسش آشغاله. یعنی تو عکس شما متوجه نمیشید چقدر مسخره است. نگاه کن یه چاقو داره. فکر کنم که باید اینجوری چه جوری اصلا بلد نیستم باش کار کنم. آها این اینجوری میاد. بعد شما دسته هاشو اینجوری باید تا کنید. چاقو مخفیه. آره اینو اینجوری باید پلاستیکشو میبینی؟ آره جا داره مثل کلاه میمونه. آفرین. این پیناشو میکنی این تو. خب و تبدیل میشه به یه چاقو. این هم دقیقاً واسه همون خانوم‌های بی‌پناهه. خیلی ولی آشغاله. من اصلا تو عکس متوجه نشدم اینقدر مسخره است. نکن تیغش ببین چقدر ضعیفه. نگاه داره بندری میزنه. خیلی پرپراز. نه حتی وقتی پیناش هم میکنی توش قشنگ الان چفته ولی همچنان از این مقواه لرزانتر و ضعیفتر. این همون به درد مثلا همراهت باشه تو کارتات بود مثلا یه وقت نیازش مثلا یه سیب پوست بکنی. هیچ فایده دیگه ای نداره. خیلی هم جنس آشغالی داره. شانس من توف تو این شانس. من که دیگه ببین همه تو دیگه هیچ چی فکر کنم از خدا نمیخوای. من همین برام بسه. به آرزوی بچگیت رسیدی. آره بابا بلد نیستی. نگاه اینجوری میگیری اینو فرو می‌کنی. باز اینه دو تا. این بعضیش دوتایی بوده تو پکش. خب این اصلا دستش با بدنش یکیه. فکر نکنم خیلی بتونه. اوه نه خوبه. نه خوبه خدایی ولی نهایتا بتونی باهاش پرتقال پوست بکنی. به نظر فرو میره یا میشکنه؟ به نظر فرو میره ولی دستتو مواظب باش. بعدیش اینه که چیزه چون ضامن چیزی خاصی نداره. آره یه ها که یه ذره اشتباه استفاده کنی برمیگرده سمت دستش. آره مشکل اساسیش اینه. برای همین میگم فقط برای پوست کندن خیاره چیز خاصی نداره. دیگه چیز خاصی هم نمونده. داریم به آیتم‌های آخر میرسیم. این چاقوه. مطمئنم چاقو نیست. نوشته چاقوی سفری نوک مدادی. این چی هست اصلا؟ آجی اینا بیشتر چاقوهایی که همون مثلا تو کلیدات میذاری. آره یه وقت یه جایی نیازه مثلا یه چیزی رو سریع ببری. مثلا نیاز به یه چیز تیز داری. مثلا اینه چه تیزه. واقعا این تیغه. کاغذ داری؟ این واقعا تیزه. خداییش تیزه آجی. بچه واقعا تیزه نسبت به جثه‌اش و این شکل عجیبی که داره. واقعا یه چاقوی تیزه و خوبه. خوشم اومد. 2 تا مونده. یکیش من یه گلیا پوش کنم هر کدوم تو برداشتی مال تو. آها یعنی اینقدر کوچیکن. خب اینو سخت‌تر بس این برام. اینم که شبیه کارته که. نه بابا نه این چاقو کارتی نیست حاجی. کارتی یه دونه خریده بودم این بود. این ببین اصلا جنسش فرق داره. ببینم چاقوی تو رو. صبر کن با چاقوی خوشگلت بازش کنم. حاجی این اصلا چی نوشته رو بستش؟ نوشته که مولتی تولز. آها سفری کارتی. این چند تاست؟ ببین در آخر غلافش مثل یه کارته. خب یعنی راحت میتونی بذاری تو جیبت. آره دقیقاً میذاری تو. ولی با این آشغال فرق داره. این آشغال میبینی؟ اوه چی نگاه کن. قطب نما داره. ذره بین داره. یه چیزی بسوزونی. ذره بینش کار میکنه. A few moments later. حاجی واقعا ذره بینش داره میسوزونه غلافو. حاجی برگا چی داره ببینم مولتی تولز. اوف
خوشم آمد. حرام. نه این چیه؟ در باز کنه این. نه بابا ببینم. نگاه کن اینجا دل استرتو میزه اینجا. ولی خب این از چاقو کارتی اولمون خیلی بهتره. یعنی هم دندونه است، هم تیزتره، هم فلز خیلی خوبی داره. ولی این حاجی این چیه؟ این واقعا در حدیه که بچه بتونی بذاری. آره خدایی بتونی بذاری مثلا تو کیف پولت یه همچین مواقعی نیاز میشه. به نظرم بهترین چاقوی همراه همینه. خدایی اون چی بود کارتی اصلا؟ هم خطرناک نیست، قشنگ میتونی بذاری تو جیبت. اینو ببین، این 2 دفعه بازو بسته کنی پلاستیکش میشکنه. ولی خدا وکیلی این چه جنس خفنی داره. فقط مونده یه دونه. این آخرین چاقو خودم هم نمیدونم. اینو ببین، اسباب بازیه. این تنابش به چه دردی میخوره؟ بند کفشه. اینو میتونی مثل گردن بند. خود چاقو اینه. این چیه؟ این عجیب ترین چاقویی که من تو عمرم دیدم. ببین تیزه، خیلی کند نیست، ولی ببین چقدر کپله. نگاه کن خیلی گند است، بچه کلفته اصلا. این اصلا نمیبره هیچیو. نه میبره ولی خیلی کلفت میبره. میبینی چه ردی که روی چیزی میندازه. نگاه کن کوچیک و کپله بتونه چیزی رو ببره. فردی بیا. تو که نمیره اصلا. به درد خیت انداخترم فکر نکنم بخوره. نه خیلی تیز نیست. این چیه این اصلا؟ اینو انداختم به چند؟ نمیدونم، اینا همه گرون بود. چاقو ارزون تو اینا نبود. اینا جمعا 7,500,000 تومان شد. چیزای خوبم توش بود. مثلا این دلت بسوز. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگر دوست دارید که احتمالاً یه کمپینگ با این چاقوها بریم. اگه دوست دارید حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت ها بنویسید با این چاقوها بریم کمپ. به نظرم بریم اونو دیگه از سر فردی در بیاریم. برام یه خیار بخورم.